تو باشی نه واسه تیرم امیرعلی این کاری آخه تو میکنی سلام، خیلی مخلصم. کوچیک همتون حامد تبریزی هم اومدیم یک روز باحال و هیجان انگیز رو کنار دوستان عزیزم آقا مهدی نازنین، آقا مهدی تبریزی و جمع دوستان که دارن اضافه میشن، حمید کوچولو، رسول، مرتضی، آرش و سالار نازنین. قراره یک کلیپ خفن بزنیم، قراره تیراندازی کنیم. ساچمه 5.5 میخوره. حکم داریم که قراره یک گوشی آیفون 12 پرو مکس نفری که شانسی بادکنکای ما رو میزنه، اصلا معلوم نیست چی به چیه. آقای فیلمبردار فقط میدونه توی اینا چی گذاشته. داخلشون کاغذ حکم یا جایزه است. حکمای ما رو میبینین. اتفاقی خواهد رقم افتاد که قرار آها من یاری نمیکنه دی تا اونجا بود. جمله سوسماسی. جمله سوسماسی. داش میید شما بلدی اونو بگو. یکی از سوسماسیه که میگه همیشه بگو. کاری که الان میشه کرده به فردا ننداز. الان نباید کاری که امروز مگذار فردا نگذار. قشنگ گفت. آمدی حرفی حدیثی. تیراندازیت خوب آمدی؟ بد نی. توی خدمت چطوری تیراندازی؟ خدمت نرفتم. سوسماس رو قبل چند همه میشد. خب آقا مهدی شما بگین از خدمتتون همیشه ادعاتون میشه که خب همیشه مهدی میگه زیر گوش فرمانده و اینا. این خالیایی که میبندید. بله من قبل از اینکه زیر گوش فرمانده بزنم تیرانداز گروهانمون بودم. سوسماس. مرسی، واقعا مرسی. تاثیرگذار بود. امیدوارم که لایک کنین حرفای دوستانو، سابسکرایب و شیر ما رو دنبال کنین. ما جهت رضایت شما همه کار میکنیم. مینی تک تیرانداز گروهانمون هم حمید بود. مینی تک تیرانداز. بگین کامنت بذارم. بگین کامنت زنگوله هم بزنید. ساک تیرانداز خاص. کامنت بذارم. لایک خیلی مخلصم. در جایگاه تیراندازی وایسادیم و اینکه امیدوارم که دوربین 2 هم استارتشو زده باشه. مرسی از رضای عزیز. از آقای مهدی امینی بزرگ میخوایم خواهش کنیم که این دفعه از کوچیک به بزرگ شلیکا انجام بشه و افتخار حمید کوچیکترین عضو جمع حمید چرا رنگت پرید آرپیجی داری میزنیم اگه حمید صورتتو بپا نزنی به چش و چاله. میخوای زود نده یه خوره همه حبس کردن نفس. ابوالفضل شانسی بود. بگیرم من شانسی بود. آره جایزش بود. جایزه حکمه چیه؟ دنبال جایزه بگرد. همین زنی؟ آره چی؟ آره تو 12 بود. رنگی بود کنه که بود. آره یار همتون این قضیه مواد. یه نفر باید بکنیم که پوچه چیز پیدا کنه. چی یارو چی میگه؟ ندید میگم شانسی بود آقا مهدی. پشت تاثیر مهدی تبریزی گفت اگه نزنه چیزی بد دستی. سرمون دیگه زدم من. چیه کاغذ بود؟ بله بله. شاید از اونجا آویزونه.
نه من دیدم پیدا شد پیدا شد این پوکه هاشه وایس جلو دوربین جلو دوربین آیفون 12 دو آیفونه شدم هستیم را به آتش کشیدی سوختم من اولین بار اصلا گرفتم دستم فلفل هم تیراندازی همینجا سریع حکم اجرا میکنیم سریع تایم نداریم تایم هم دهم باز بچه کمک کنیم 5 تا قطره است Stop it. Get some help. بخور تو میتونی بخور بعد چاقاله بده نه توپ نکنی توپ کنی یه بار دیگه میریزم دهنتو نشون بده دوارم این حرکت ما کودک آزاری محسوب آقا درسته این کلمه بدیه ریشاش از منم بیشتر در ولی یه بار بیشتر شیشیق میکنه یه بار بیشتر تیر نزدم اصلا نگرفتم رستم پارگی زیادی داشت قشنگ زد خب کدوم نفر کوچیک جمع بعدیش تو میشی درسته بیبی جمع شما میشی نه الهاز جسته بزرگ ولی سنم نمیدونم دیگه من نه یا دوربین داد اینجا دی 77 اوه پر کردی خب میریم اصلا مسلحه سالا ببینم چیکار می‌کنی سالا به عشق کی میزنی بابا نزن میزنی بیرون ولی سالار فقط من میدونم کدوم آیفون 12 ببینم چیکار میکنی دیگه خب نشون دادی با دست نه ولی اونجا 10 تا بادکنک است ببینم کدوم میزنی خواه حساس داداش زدی شیشه به افتخار شیشه که شکون رد من کمتری عمل خردسال کمتری من طرف نزنی آها اونایی که نمیزنن به قید قرعه جمع حکمش میدیم شاید نوشابه 1.5 لیتری رو باید تو 3 نفس بخوره شاید دوغ شاید آب شاید حکمای دیگه اینو در آخر برنامه خواهید دید که چه بلایی سر اونی که نمیتونه بادکنک به این گندگی رو بزنه شاید دیدی خودم نتونستم آقا نمیدونسته بذار یه بار آقا من یه توضیح بدم اونی که نتونسته بزنه گفتم اونی که نتونسته بزنه به آرای جمع واقعا این بنده خدا اصلا بلد نیست چجوری از سر دستش بگیره اشکال نداره به آرای جمع خب یه نوشابه 1.5 لیتر رو شاید 3 نفسه بخوره یا یه دونه آب معدنی رو 3 نفسه بخوره یا یه دوغو یا آیفون 12 رو آیفون 12 اونو من یه نفسه میخونم براش خوره مسلح الاسه من ترجیح میدم وایسم اونجا تیر بخورم ولی 3 نفسه نوشابه نخورم مرض قند میگیره خب اوکی نفر بعدی ما سن بکنم شما باشید متولد چندی؟ 71 آقا رسول پر مسلح بده متولد چند بذار همه ببندم من اصلا 85 چه فرقی میکنه برو خدا بره کدوم دوست داری بزنی رسول یه ذره میخوای جلوتر وایسا برو بادکنک وایسا میتونه بزنه یا نه باد داره بادکنک رو جابجا میکنه خستم گوجه سبز زد رسول زدم دیگه برگ زدم برگو زدم رو بچی نداشته نفر بعدی بیا آخرا هیچکی نمیزنه خدمت رفتی؟ من بله نه نفر بعدی منم 71 فروردین من آبانم واقعا افتخارم این مسلح افتخارش بزن دست من ساسه دستمه ماشاءالله مرتضی بچه آبادان هیچ موقع بلوف نمیزنه میشه از اینجا بگیری؟ الان 2 تا بادکنک از زمان میزنه مرتضی نه دو عدد در نیار میدن نوشابه میخوری ها حواست به تکون خوردن بادکنک باشه باد داره میزنه زیرش خیلی خوبه رسول من قشنگ من هیچ وقت نمیبازم یا میبرم یا بازی رو به هم میریزم منم سرگشته خاک در اون سرت نکنی دفتر این از قبل تعیین شده بود داره میدم نوشابه به خدا من چرا میدم نوشابه بخوری عدد در میاری نه ادا میشه یه بار دیگه کردی واقعا چی رو زدی تو
دیگه ادا بود من سر پر زهاب از من شیشه همسایه قبل ویدیو گرفتن باید یاد میدادیم اینا چجوری اسلحه دست میگیرن. من دلم نمیاد ارادت. بریم آقا. آرش رو در دستی داریم. آرش به نظرت میتونی یا نه؟ اول بگو. این گذاشتنی که این آر پی جی رو اینجا میذارن. نه نمیتونه فکر نکنم چون بچه‌ها خوبا نتونستن. خوبا نتونستن. تاثیر رو از دامنه شونش داریم. اون به خاطر چیزه. ببین این خودش میدونه خودش خندید داریم واسه ادامه ماجرا. چپ دسته بس سه افتخارشون رفاق مغلی چرا؟ تو این بندیه من نارنجی هر زن من داداش من سنشو نمیگه ولی عرق حامده ماشاءالله حمید تو برن تا به اینجا کار یا یه بچه خردسال تونسته بزنه یه بازار رو نگاه داریم. من ادعا تو هیچ زمینه‌ای نداشتم تو زندگیم ولی سعی میکنم جوری بزنم تا عشق کنین و بگین آمد دمت کم با یه دست. آمد دمت کم با یه دست. آمد انرژی با بدم. اجازه از بزرگان و اساتید جمع. آمد انرژی بدم. ورس تموم شد رفت. انرژی من دادم. بابا من گیری افتادم 2 ساعت دنبال کاغذ باید بگردم. چشم خیلی سیده دیدی؟ من اینجا لاشاش اینجا بگرد دوباره پرتقال فروش آجا آقا اینجا نمیشه بگیری؟ این داداش ساختگی نیست من الان اینو از زمین برداشتم ساچمه ببین کجاست این ساچمه رو دوباره میشه استفاده کرد خدا وکیل نه دیگه اون کات شده هیچ باد کنه آقا کاغذ دقیقاً میفته داداش بگی منو داستان 500 تومن جلو افتادم ساچمه رو پیدا کرد دهنش سرویس میشونه اینه داداش ماشاءالله ماشاءالله باش ببینم بعد بود با نکنم اگه بد بود این نیست ببینم دوغ نه تشنه دوغ دلم میخواد نه آخه قرار ماست هم بزنیم هم بزنیم اوکی 12 برای منه بس دوغ میخورم ببین تایم ادعاست میخوام دوغو بهتون نشون بدم که لب به لبه یه نفس بخورم یه نفس میخورمش برادرم میخورم تا جایی که بچه ها دلشون بسوزه و بگن نخور ولی من میخوام یه نفس همه رو بخورم نمیتونم نمیسوزه دلمون اون که گازداره آره بده نه این اوکی اون گازداره اون گازدار رو نخور من نشون بده اینا دیداش اینا ببین یکم چون گاز داره اینا بچه پایینه یه چیز مشخصه دیگه میبینی؟ دستی میبینی؟ آره؟ خب اوکی باید تو تش بخور اولش یکم اینطوری بخورم ببینین که واقعی هر موقع دلتون سوخت بگین ولی من میخوام پرروازی در بیارم تا تهش بخورم آقا دلمون نمیسوزه این معرکه نیست این یه شجاعتی که من میخوام نشون بدم که پهلوون میخواد زنجیر پاره کنه تو ماشاءالله آقا 2 نفسه نه 3 نفسه اینا تک بخوره شجاعت داره دیگه آیا قد تشریف برام من شجاعت مرتضی با دکابل Susmaz gönlüm. تا فردا خوابه عادی 12 ها چند دقیقه پیش قهوه زده بودی الان میره تو حالت خواب و بیداری ریخ رو لباسم مشکی بود میگن که چیز بزرگ چیزی نکن حالا اشتباه کردم سوستاس آره میخوره به چشم بچه‌ها 2 نفر موندن از عزیزان آقا مهدی تبریزی آقا مهدی امینی
شما زدی دیگه خورد به دیوار. خب ببینید یه آیفون 12 پرو مکس مونده. آقا من دوغه رو خوردم فقط به خاطر اینکه نوشابه رو خورد اینایی بدم که نتونستم بدم. گفته به حضرت من فرقم با جلو این دوربین میده. برنامه داریم. خیلی برنامه داریم. تیراندازی با منه. من فرقم با حامد اینه که یه دست میخوام بزنم پشت اینجوری ولی آیفون 12 رو بزنم. با چشم بسته. آقا مهدی به نیت به عشق بچه‌ها 2-3 قدمم عقب‌تر. چه آیفونی آیفون. فاصله اونم زیاده اونقدری هم کم نیست که شما اومدی آقا. قبل ویدیو رو گرفتم باید یاد میدادم اینا چجوری هستن دست میگیرن. یه دست میخوام بزنم پشت اینجوری ولی آیفون 12 رو بزنم. با چشم بسته. این گذاشتنی که این آرپیجی رو اینجا میذارن فکر نکنم واقعا این بنده خدا اصلا بلد نیست چجوری از سر دستش بگیره. اشکال نداره به عشق بچه‌ها 2-3 قدمم ای بابا نخور چند قدم عقب و یه دست رو بابا نیازی بزن جلو بزن آقا بزن جلو بزن میدم من نوشابه باختم بخورم. بعدم باختم من شهرداری چیم من باختم آقا تیر به من بدید لطفا آقا مهدی امینی فقط مونده رسول آقا مهدی شما نمیخواد آره دیگه من زدم دیگه آقا من یه دست دقیق نیست چرا دقیق نه دیوارو زد برگو زدم آقا بغلشو پره. زدم آقا مهدی امینی آخرین نفری هستن که شاید آیفون 12 پرو مکس ما رو برنده بشن حتما و شاید هم به بیرون بزنم و شاید هم و باد داره میاد آره این خدمت شما حالا هر موقع نشونه گرفتی امیرعلی میاد پشت شما قرار میگیره امیدوارم که بخوره گروه تجسس افتاد اینجا یه چیز واضحی بود که بابا ولم حرام من نگفته بودم یه چیز مشخصی بود بابا دیگه زد آمد شما که خود 12 داری اینو بده من. سالار تو از کجا میدونی که هماهنگ شده حق من بچه رو خوردن. حق من بچه رو خوردن. فلفل خوردم اولین نفر. هرسش گرفت مبارک شما آیفون 12 پرو مکس بگیره بیا امیرعلی بیا آیفون رو برداشتی الان بیا آقا مهدی آقا به افتخار آقا مهدی دست بزنید مبارک آقا سری بیا آقا مهدی مبارک مرتضی حمید سری میاد اینجا آقا یه سری تایم نداریم ویدیو داره میره بدو آخر نفرم بخورم. نه دیگه چی کاری؟ آخه میخوام قربان ها قورت ندم. میخوام بعداً قورت بدم. نخوری و همش رود داداش ببین من ببین بیننده‌های عزیز بعدش من اهل شواف ماف نیستم من یه نفس خوردم ادعایی هم ندارم تا نخورونم به حلقتون من زدم جایزه دوغ بخورم نه بابا دوغ دوست دارم نخوری سرتو میشوریم باید دوغ نمیشه نیست تشریف بریم وسط واسه دست دارم میگم جلوی دوربین من زیرش نمیزنم یه نفس خورد مثل بنده حقیر گوش جونش یه نفس نتونه بخوره نکردی که چی میگی بابا حالا کی نمیده که من اینو بخورم رأیی نیست که خب حالا خیالم راحت حالا اگر نتواند اینو یک نفس بخورد حکم دیگری خواهیم داد که بخورد نتونه سرشو با همین میشورم نه الکی نخوری بریزی زمینا سرتو میشم لباسم میشورم بابا بذار تبلیغ بشه انگار مثلا این لنگ ما برو تو کجا میری یا اینجا پلیدت ماست سه اینه که ریبونت کو 3 2 1 1 و 1 و 1 2 2 2 3 و 3 و 3 4 و 4 و 4 5 و 5 و 5 6 و 6 و 6 7 و 7 منم سرگشته حیرانت ای دوست کنم یک بار جان قربانت ای دوست
یه دستم بنداز یه دستم دور کلیس به من بگه تو به اون حکم دادی من چرا اینطوری شدم ولی خوش گذشت بریم نفر بعدی بیار اونو نه تیراندازی نداری میتونستی بزنی اندازه داشت قابلمه است میزدی آقا رسول من زدم شما گفتی نزن بذار بازی قشنگ شه تو به من گفت یه لیوان از ما اون به فکر هزینه هم هستیم دوغ داشت اینجوری میخورم نشد میریزم Susmaz gönlümün yere رسوله تو 2 نفس باید برم برو تو 4 نفس برو صورت 2 نفس تو 2 نفس برو گازدار شدی یا خودم سیاه نوشابه سیاه بندری خریدم ماشاءالله ماشاءالله یک دو سه چار مسابقه محله یک نمیخواد حالت بد میشه نه نمیشه نمیخواد آقا برای نه افتخاره محمد یا نگاه خیستم رسول بسته خدا بس دیگه ما خسته شدیم دیگه بسته بابا عالی بود آقا نفر بعد بیا نمیخواد بری آرش بیا اینجا بیا اینجا سالار در رفت خوده سالار بیا اینجا نمیخواد بیا نمیخواد بیا تمومش کردم دید دارم تموم میکنم خب من خیلی به هم ریختم دوغمون ریخته رو سر صورتم من نمیدونم اینا باید حکم اجرا کنن فشار دادی من خودم به خاطر سلامت یه بدنم مسابقه دیگه میذاشتی بین ما دیگه بعد داداش بیا سال آب معدنی بابا گاز نداره داداش دعاشم دوستان ما بخور بخور آقا حله برو سالار 3 2 1 بریم وسط وایسا 1 و 1 و 1 2 2 2 3 و 3 و 3 آره 4 5 6 1 میلیون هم بهش بده تمام نمیشه خیلی آروم داری خیلی آروم میکنه داداش تا صبح بخور دیگه اشی آب این همه تشنم بودیم بود داداش بخور آقا هشتی خوردی مجبور شدی آقا آرش سریع یه دونه سریع واسه آرش نوشابه بیار سریع نوشابه بیار نوشابه آرش در اومد سریع آرش در موها دست آرش کو نه کی همه جام نوش همه جام نوش آب دماوند بودی فکر کنم نوشابه نریم 2 تا داشت 6 تا نوشابه داشت اوه یه باکس نوشابه داری خدا پسر نوشابه نه داشت رسول اینجا چه نورانی شدی بیا رنگم قرمز بهت میاد حالا سهله رو داشته باش یا خدا 2 تا نوشابه بیار رضا 2 تا یه 2 تا حالا دیگه آمدی هم آبم بیار آب معدنی بیار نه این آمدی 2 تا بیار سریع صحنه رو داشته باش یه صحنه همین الان میخوام رقم بزنم به یاد مونده بابا داداش بزرگی است نباید بازی کنه باخته باید تومنش بده باید تومنش بده من توانشو میدم خب آرش بیا اینجا لطفا شما هم تشریف برین اینجا آمدی دست شما آمد تشریف برین اینجا لطفا شما هم همینطور اینجا آمدی ببخش من میخورم آمدی لطفا تشریف بیارین اینجا میشه در نوشابه رو باز کنید شما هم اینجا وایسین وسط تاثیر نه مهدی تبریزی آقا مهدی امینی بالا سر نه دست آقا مهدی باشه بریم سردمونه سراتون لطفا پایین بندی بچسبونین سراتون رو به هم بچسبونین میخوردیم خب آمد بذار بشورم اینم حکم شما که دیگه نیاییم مثلا یه دونه اینو نتونستم برای اختتامیه من یه خواهشی داشتم من یک بار یه تیراندازی کنم با اجازهتون نه میشه یه تیر بدین برای اختتامیه یه تیر اگه نشد حکم ماستو داریم 100% رو من یه تیر رسول یه تیر بده میشه خواهشی داشتم بعد شما یه دونه هم من بزنم یه خواهشی داشتم رضا جوون مردی کنه و بادکنک رو دستش نگه داره روی سرش رضا نه آقا داره میره میگیره آقا نه آقا نکن آقا بگیر همونجا وایسا
من میخوام خطرناکترین کار ممکنه و انجام میدم. بچه همه با رضا خداحافظی کنید. بابا نکن. رضا میخوای پشت بچه یکی پشت دوربین وایسه، یکی پشت دوربین دو وایسه. رضا پشتت باشه، پشتت به تاثیر، پشتت به تاثیر باشه. گردنشو میگیره نگاه کن. خدا میزنم. صبر میزنم به بلا میزنم داداش. بیا آقا یه دقیقه آقا بیا منم خوردم. نه اوکی بریم. وایسا بگیر اون دوربینو بگیر. بیا امیرعلی صبر کن. رضا گوش بده، تکون نخور، جدی دارم میگم. اگه به ترسی میخوره بهت. پاشو نگاه. پشتم میگیره امیرعلی. اگه به ترسی خورده بهت. کاری آخه تو میکنی؟ نکن حامد یه دقیقه صبر کن یه دقیقه وایسا. تو عمل اون شجاعت منم تو عمل نشون من بزنم اگه نخورد حکم ماست برید نه میزنی جوون مردم میکشی. نه من خیلی هوا مخلصم. بزنم. نه عزیزم برو آقا فیلم بردارم بگی. برو فیلم بردار. انقدر نوشابه خورد فقط یکم شلوارکت خیلی قدیمیه. بعد دمپایات چه شما قرار نبود تو سال تصویر 57 گرفتیم ویدیو رو اون موقع مد بود. برو آقا بیا از تیر بدید. از تیر بدین. فیلم بردار ما هول کرد. چه خبر؟ آقا اینجا هم پلکان باز نمیشه. والا چسبیده نوک هستم. اون برای آقا مهدی امینیه. روزگل بریم آقا. رضا بده بگیره رضا بگیره تو هم باشه. آقا بیایی این بالا رضا بگیره. رضا میای؟ بده من خب امیرعلی میخوای تیراندازی کنی؟ برو. اگه نزنم چی میشه؟ اگه نزنی ماست است سس تندی چی؟ باش فقط سعی کن بزنی. نه اوکی. بیا برو آقا حامد نه من تو رو خود من یه دستی زده بودم. ویدیو رو باید تموم کنی. نه دیگه قرار بود ماست باشه. ویدیو دستی کیه؟ بیا نه با عینک چطور من با عینک داش بهتون چیز نکنی ها خیس نکنی. بیا سر جلو. با اینا رو نهار چی بخوریم؟ خامش کنیم بیاد جلوتر. خم کنیم بیاد بابا جلوتر. هی به این هزینه. به خدا این یوگو هم هست. آقا خب سس تند بدید بخورم. نه ماشاءالله ماشاءالله انگار شامپو پرژک آقا کتونی ها چوره زده وایسا. یه خور فلفل حامد یه خور فلفل بزن سس فلفل گلوریا وایسا داریم یه ترکیبی پر رو نه کم کم حدی میریزه تو شیشاش حالا سبز گلوریا صدا بود بیا جلو دارم میسوزم. امیرعلی اینجا نگاه تو باشی نیای واسه من تیراندازی. امیرعلی موهات شوره زده. سلام. تا نیای تیراندازی کنی خب مرض داری مگه؟ شلوارکشو منو میشه دستتون تنده. اتفاقای خفنی تو این جمع خواهد افتاد. ما رو دنبال کنین. سابسکرایب، لایک، کامنت. یه آدم فیلم برداری تو میگردی. چی بود تیرانداز؟ تمام چشات اصلا باز نکن.